اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه دوستان ناحیت گرامی و عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و تعالی و برکاته. دوستان عزیز، انشالله که جور و صحتمند و از گزند روزگار در صحت و سلامتی کامل باشید. میخواستم پیرامونی چند مورد با شما صحبتی بنمایم که برای ما و شما خیلی ضرور و بسیار مهم می باشد. یک از آن جمله روزها میشنوین سر صداهایی در فضای مجازی بالا می شود به نامهای مختلف و فرقه های مختلف و کشورهای مختلف صداهای به نام اسلام بالا می کنند، داد می زنند، داد از اسلامیت می زنند که نمیدانم ما باید فلان کار را بکنیم و ما باید فلان کار را بکنیم. این را برای شما عزیزان بگویم که اسلام دین کامل همه جانبه بسیار واضح و آشکارا بیان نموده. تمام مطالبی که چه بخش اقتصادی باشد، چه بخش سیاست باشه و موضوعات دینی و اسلامی ایمان باشد، همه را بیان نموده است. حالا بحث و برداشت و نظریات دیدگاه ها متفاوت است که در او انشالله کدام اختلافی نباید باشه. در هر فامیل و هر خانه اگر ما نگاه کنیم نظرها و دیدگاه های مختلفی وجود دارد، ولی نمی شود همه را به نام اسلام ختم نماییم و بگوییم که نه، حتما این اسلام دستور داده است این کارها را و ما آن را انجام بدهیم. نه، این چنین نیست، بلکه موضوعات زیادی در صفحات مجازی شما میشنویم، میبینیم که کشورهایی که به نام کشور اسلامی مثلا ترکیه، عربستان سعودی و کشورهای مختلف دیگر که داد از اسلامیت میزنند، در برابر قتل عام مردم خسته سکوت کردند، صدای خود را بلند نمی کند. میگه ما کاری کرده نمیتونیم. چرا نمیتوانیم؟ نمیدانم کشوری با آن همه قدرت، با آن همه نیرو، با آن همه امکانات پیشرفته خود، 8 میلیون یهودی بی سر و پا، 8 میلیون انسانهای بودین صفت که تمام ممالک اسلامی را 22 کشور اسلامی و یک کشور یهودی 8 میلیونی، این 22 کشور اسلامی را در هم کوبیده و کسی نیست مقابل ایشان صدا را بلند می نماید. هر کسی صدا بلند می نماید به نامهای مختلف، به شبهات مختلف زده می شود و کشورهای استعماری که یهود و نصارا آن را استعمار کرده و حلقه دستشان شده است با او مخالف بوده و با او قطع ارتباط می نماید که زیر فشار و تهدیدها اون را می گیرد که اون کشورم نتواند در مقابلشان کاری بکند. پس کجاست اون امت اسلامی که داد از اسلام می زند؟ کجاست اون اسلام و اون مؤمنین و اون مسلمانانی که داد از ایمان و قرآن و سنت می زنند؟ آیا این بیت المقدس یا فلسطین مربوط یک شخص، یک گروه، یک نفر است که سکوت کرده اید، یا مربوط همه مسلمین می شود؟ زمانی که به اسلام داخل شده اید، فوج گروه داخل شدید، باید تمام احکام شریعت مقدس اسلام را بپذیریم. نمی شود که من بگم فلان امر خدا را قبول دارم و فلانش را نه، که در این دیدگاه بازم ما داخل اسلام داخل نشدیم و بعداً به همون چی جالیت خود روان هستیم. قرآن کریم، اما قول راجع و جمهور علما این است که قرآن کریم
6666 آیت می باشد. الان خیلی از دوستایی هستن که برداشتن از اسلام و دین و قرآن اندک بوده و فهمشان کوتاه‌تر بوده، می آید بیان می نماید مسائل را و نصف مسائل را نمی تواند بیان بکند بنابر تقصیر وقت و بعضی موضوعات دیگه شاید بگه. ولی موضوعات عقیدوی که تمام امت اسلامی یک عقیده